صوری سفیدت بلبانی برگی بیدت و دو چشمی سرمزه بد چقدر حیا نشسته. سلام بیننده گرامی، پادپیش کنید بهترین کانال و دوستان ساعتون نوو و سلام برای ذکری‌الله حکیمov مؤلف این مینوس. ولی دوستان عزیز، اولا از شما عذر که اون مینوس‌هایی که شما درخواست میکنید عین زمان اونها دسترسی ما نیستند و حتما دسترسی ما شد. ما البته که در کانال میگذاریم، پیشنهاد شما میکنیم در شکل کاراوکه و بسیار مینوس‌هایی که هست شما درخواست میکنید اونها رو در یوتیوب گذاشته نمیشود و با کدام خاطر؟ به خاطر که اونها افتراسکیپ رپ هستند. روزی گذشته من گذاشتم نوار مینوس اندی چشمای نازت، در حال بر من یعنی که پیامک اومد که این افتراسکیپ رپ است، این رو در یوتیوب استفاده برده نمیتونید. باز در دو سه پرسمات شده بود که باز دلیت کرده. برای کدمی اگر یعنی که مینوس چشمای نازت اندی در کار باشد میتوند در نمره واتساپ من درخواست کند، حتما دسترسی وی میگردونیم. و اینچنین سرودهایی که شما میخواهید خونید و البته که ما هم کمی کمک رسونده میتوانیم اون سرودهای اریجینال رو شما با واتساپ ما روان میکنید و اونها رو من جایی که سرودها رو سراینده ها میسراین، من البته که میتونم که کم ترک مثلا سراینده رو آوازش رو نیست کنم، یعنی که مینوسی به صفت میشود، البته که اریجینال نمیشود. به هر حال خونده میتوانید در واتساپ ما درخواست کنید و همکاری کنیم و البته که کارکرد ما رو نیز به این بر میگیرید. بله دوستان عزیز، غالب نوار امروزه ما یعنی که نسیم جان این مویج میباشد که اندی چشموی نازت بود. این رو در اینجا که نوشته است و ما درخواست کرده است که در حقیقت مینوس اندی بود که ما تیار کردیم. بله در حقیقت مینوس اندی بود که ما تیار کرده بودیم، گذاشتیم اما افتراسکیپ رپ بود و من اون رو دلیت کردم. در واتساپ تماس شوید تا که برای شما اونها رو مرا. بله دوستان عزیز، پیش از اونی که برای شما سرودی با رخساری سفید داد یعنی که از ذکری‌الله حکیم است پیشنهاد شما کنم، آهنگی رو پیشنهاد شما میکنم و اولین شده دو مصرعش رو نویسید و غالب نوار نوبتی ما گردید. بله دوستان عزیز، گمان میکنم بسنده است برای دوستان صوت نوو که دو مصرعش رو با شنیدن چنین آهنگ در حال در کامنتاری گذارد و حتما گذاشتن لایک و اینچنین 5% شدن در کانال رو فراموش نسازید. 5% شدن در کانال این پیشروی ما و پیشروی یعنی که زیاد امکانیت زیاد پیدا شدن کاراوکه تاجیکی میباشد. بله دوستان عزیز، لایک رو گذار، 5% کو و میکروفون رو در دست گرفته کاراوکه رو با یک دل شاد میتوانی خونی. رفتیم.